بچه این خوب آدم به حوصله بودشن این 4 ورق نوشته تاکنی چی بگم می‌دونم پیغمبر خدا خیر الکلام ما قل و دل عزیزان ما بهترین سخن کوتاهش است این کس همین 4 ورق نوشته همین تا شفشف بودی از شفتالو میگو نوشید میره تاکنی خانم چی گفته ها بچه های ناز السلام علیکم داملای عزیز التماس به سوالهای من جواب دهید من یک طالب علم هستم خدا نگه دارد علم با عمل نصیب کنه الان میام بودم یک جوان دیگرم که طالب علم بودیان التماس کردن که درباره طالب علم ها برای ما دعا کنه خداوند همه طالب علم ها را علم خوب و تقوا و ذهن خوب و پاکیزگی و پیروی اسلام تا لحظه آخر و زبان داعیگی نصیبشان کنند. سوال اول بابایشان شخصی که روزدار است ناس کشد قضا دارد التماس به دلیل جواب دهید. آره دادره کسی که ناس بکشه تارتش میشکند و باید یک روز اگر قصدن کند هم قضا و کفارت دارد لیکن اگر رفت و به اختیار کشیده باشد قضایش باید در خلاصه المسائل هم هست در فقه سنه هم هست در که ناسوار و قلیان اگر فرو برد یعنی ناس کشد یا قلیان دود فرو برد روزش فاسد میشه و میگه هم قضا و هم کفارت در کتاب خلاصه مال فارسی است شما خودتان همون بینه شروعک همیشه گفتگی است زیرا که روزه خوب در این باب در رمضان تفصیل کرده گستیم هر چیزی که نفس انسان خواهش میکند باید از وی پرهیز کرد وقتی که نفس تو میخواهد ناس کشی شهوت و یکی کشی روزه نمیشه و دین اخیر بنابرای هر چیزی که الفطر مما دخله درون میدراد از دهن روزه رو فاسد میکنه قلیان رو تکینات شما تو یا دود مکشیکو پاپیروس میگیم و عرب ها یک چیز دارن درست چیزی میاندازن و باید شلنگ دارن با قرقر کردن میگن اوه قلیان میگن و من بارها با شما بچه های خوش رو تاکید کردم که ناس کشی و پاپیروس کشی رو یادت میکنیم حیف است برای جوانی که دندان های سفید خود با ناس علتی میکنه حیف است برای جوان پاکیزه که دهان خوشبوی خدا دادگی رو با ناس بدبوش میکنه با پاپیروس بدبوش میکنه حیف است برای کسانی که پول حلال دادگی خدا رو در ناس و پاپیروس صرف میکنن حیف است این اسراف است خدا اسرافکارا رو دوست نمیداره بچه های خزینه آقا من مسعوده که من الحمدلله نه ناس کشیدم نه پاپیروس و یگان جان کم نشید از کو شاید از همین شما من خوشبختر گذشته باشد عمرم و نخواد همین خورسندی در ناس باشد در پاپیروس در سلامتی تان ضرر دارد در اقتصادیات تان ضرر دارد حتی ملائکه ها از شما نفرت دارند ناسکشای عزیز پاپیروس کشای عزیز پیغمبر خدا گفتن ان الملائکه این حدیث بخاریه تتعزا مما یتعزا منه الناس هر چیزی که مردم از اون نفرت دارد ملائکه از اون نفرت دارد اگر شما در یک ماه 30 سوم ناس کشید 30 سوم ناس کرید اگر ببینید در یک ماه در یک سال چند قدر می شود 360 سامانی شما گویا که توف میکنه میپرتویش این 360 سامانی رو شما میدونی چی 100 کیلو روغن میگیره 1 سال در زندگی تام میشود این ناسکشای محترم یک ناسکشای رو ببینم و 1 سوم محتاج های همون 1 سوم یا با ناس میکشه برای خانهش 1 کیلو شکر گیره ناس میده یا الله این خدا که آدم در تیپی سرش میزده فایدهش از روش نمیفهمیده بچه های عزیز نکشیتان مکش ناسه که بول است حضرت مولوی اهل تصوف که ناس حرام میدانن گفت من حرام نمیگم من حق ندارم این حرام گفت دیگه دوستای خدا این حرام میدانن حضرت میگم مکش ناسه که بول است بول بتو میدن چیه؟ پیشاب بنابراین عزیزان ما بچه های خوش رو خوب اکنون کسان مبتلا شدیم میلش اما شما جوانای آینده خدا تان نگه داره یا الله پاپیروس کشای عزیز
شما هر روز 3 سامانی ده پاپیراس میکشی یا پشکه، آخر در یک ماه ببینه 90 سامانی میشود، در 1 سال ببینه 900 سامانی، 1000 سامانی رو شما میکشه پرتردود میکنید. 1000 سامانی ده یک خالین خوشبو میگیرید در خانه تان و خوب نیست، یا یک خلدیلینگ میگیره این خوب نیست، یخچال چی ضرورت دارد؟ خداوند در قرآن میگه این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسرافکارها برادران شیطانند. همین سبب چی؟ همش سبب بیکارچگی است. جوانای ما مشغولیت ندارند، جوانای ما مشغولیت ندارند. من از روسیه بیان اگر 6 ماه دیگه بیکارند، در همین کوچه میرن و میبیان و رو میبرن به والیبال بازی، رو میبرن به فوتبال، رو میبرن به بریلیانت بازی، رو میبرن به ناسکشی و پاپیراس کشی. اگر باید مشغولیت داشته باشد این کار فرصت نمیاد. مشغولیت چی؟ کتابخوانی ذوق داشته باشد، در خانهش اگر یک کار زندگیش مشغول شود. کدام روز یک کتاب از محمد خالد خواندم درباره وقت استفادهش، گفته در بین ما مسلمان ها همه دولت های عرب ده از 8 ساعت کاری فقط 15 دقیقهش کار میکنند، دیگر 7 ساعت و 45 مینوت به بیهودگی میگذرانند، به صحبت، به چایخوری، به همین رفت آمد. اما در یابان و در خیتای و در گرمانیا از 8 ساعت کاری فقط 15 دقیقهش بیهوده میرفته، 7 ساعت و 45 مینوت کار میکرده، یکش لا استاده کار میکرده. برای همین باید اون قدر پیش رفتن. ما باشه من پاپیراس کشتی من تمام هیچی نداریم. من همه خیتاییایی که در همین تونل کار میکنن یا ایشان بزرگ کوچک خیشی ماسکشان کار میکنن، ما میگه 8 ساعت کار میکنیم و یا همه 8 ساعت همگی 20 دقیقه وقتی خوراک خورید با همون خوراک هم راستا میخورن، میگه کارشون میرن. بعدی ما رو جواب دادن میگه با تا 11 ایشه به کار میکنن خیتایی‌ها. بنابراین خیتای امروز دنیا دی جای اول گرفتی سر. ما باشیم به همین ناسکشی پاپیراس. اگر ادام کارخانه دام کار کنیم خدا دید پناهی از او کار، بریم اول رفیقا سلام میکنیم، نیم ساعت احوال پرسی، بعدی بعد چای دم کرده میبره بالا استاد میبره با 2 پیاله چای، آخر ساعت 1 میشه هیچ کار نکنه میکنیم میبریم برا. من امروز دنیای اسلام شرمنده ها نخنده گریه کنید. امروز ما مسلمان ها غلام اروپایی هستیم. امروز تقدیر تمام دنیای اسلام 4 یهودی حل کرده، یا دندان شوک نمیتونه برارید. امروز امریکا در این مجلس تماشا میکنیم اورانیوس در 2 قدس در ویلای خورستان انگلیکی، ما افغانستان این تو میکنیم، ما این تو میکنیم. افغانستانی که بابا هیچ رحم ندارد، فارشا میگه همین نفارشا ما قبور استفاده میبینیم براشا. من حال ما به ناسکشی، به پیراسکشی، به کوچه گردی. آخر نخواد که عزیزان من، آخر باید انسان وقتی خودش یا در طاعت خدا صرف کند که پگه پیشگاه خدا ده فایده کند، یا در کسب دنیا. همین کسانی که در کوچه ها میگرده، من کوچه ما من میبینم از بعد پیشین تسبیح ها در دست میستن بچه ها، اگر هویا در خانه شا رو فابل کنند، در خانه شا یا زندگیشان همون خانه شا آباد میشه داخل، همون خانه شا هم کار میکنه. کی وقتی بلیتگیری روسیه رود هم وقت بره در اونجا در کار با 6 ماه دیگه در کوچه ها دارم میمونن همه ایزم کنند که همه کتشکی کارن، یا کار زندگیشان کنن یا روزگارشان یاردم کنن. نه، بنابراین پیغمبر چی گفت؟ الوقت کالسیف ان لم تقطعه بالطاعات لقطعك بالهفوات. این وقت مثل یک شمشیر برای گذراش تست رفتی ایستاده، اگر او رو خوب استفاده بردی در طاعت خدا، در کسب دنیا فایده کردی، و الا حسرت میخوری. حسرت سعد بزرگوار هم اوی میگه مکن عمر ضایع به افسوس و حیف، که فرصت عزیز است و الوقت سیف. افسوس با یک کشتیش همه دنیا را کلید می. ما مسلمان ها دولت های اسلامی ما همه دنیای عرب غیر عرب چنین یک کشتی حربی امریکا یا انگلیس یا فرانسه قوت نداره. چنین یک کشتی شما دیگرشون طرفیسته. بنابراین خشابش هم میگیم همینجا چیزی که گوان تلفن کنن حاکمای ما از تلفن اونا که هر جاشون میخیزن با گوشی به تلفن میگن ترسانه عربا.
حاکمای عرب. این از حال ما. رو آوردیم به ناسکشی، رو آوردیم به فراسکشی، رو آوردیم به کارهای بیادابانه.